سلام و درود عشقای داش محسن، حالتون چطوره؟ بچه اومدیم گردونه زیلاتو بزنیم. داداشیو اگه داخل چنل روز باشید من یه نظرسنجی گذاشتم، گفتم آقا ارزش گرفتن داره یا نداره. 40% گفتید نداره، 60% گفتید داره. منم آقا گفتم آقا اوکی حتما خوبه، چون منم واقعا چشم رفته بود به این گردونه. گفتم آقا اینو بزنم هر جور شده. اومدم گردونه رو زدم. بچه ها نگاه کنید، دیل خدایش خودش اسنایپ خوبیه. حالا ببینید دیگه لجندش چیه. اسکلتیه واقعا. نگاه کنید از تنها چیزی که مثلا فکر کنم داخل این اسنایپ خوشم بیاد کیل افکت باشه. نگاه کنید چون تقریبا یه دیل ساده است. اینم از دولا فقط یه اسکلتی ساده است، مثلا ایمه ساده است. خدایش تنها چیزیش که ساده نیست کیل افکت میشه. خلاصه ستونا، امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. لایک سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.